نه عکس میذارن، نه اسم درست حسابی دارن. کلا معلوم نیست کی هستن اینا. فقط خیلی شجاعن، حرفای رکیک میزنن و بدون اینکه کسی دنبالشون کنه با سرعت فرار میکنن، میرن تو تاریکی. دیگه نیازی نیست مخفی بشن. عشقشون اینه که مقابله به مس کنی باهاشون. اون وقت خیال میکنن تیرشون به هدف خورده. سراپا مخفی هستن ولی مسلمه که از کارشون لذت میبرن. مثل دزدی که اموال مردم رو میدزده و فرار میکنه و احساس میکنه که موفق شده. از شجاعتشون هرچی بگم کم گفتم. فقط کمی تا قسمتی روانی هن. بهترین پاسخ برای اونا بلاک، انزوا، ترد و هدایت به سمت تاریکیه. از همون جایی که اومدن و خیلی دوستش دارن. بذار راحت باشن. چرا ناراحتی و تأسف؟